هرچی کوشش کردم نشد. بازم کتی او آدم احمق است. شاید وقتی رسیده باشه که در راه خود بری اویگار. تو میخوای چی بگویی سارب؟ ما بدون استفاده نفس گرفتم میتونم؟ نمیشه دیگه. خودت میبینیش. میشه. باید شوه. دیگه هیچ راه و چاره نیست. چطور خارج از کشور بری؟ یعنی که از اینجا دور باشی. انسان از قلبش دور شده میتونه سارب. تو ما را درک نمی کنی. رئیس بگو. هم آقا کوکسال و هم خانم خیریه رفتن. کجا رفتن؟ آقا او آدمه که سر سینان فیر کرده بود علی پیدا کرد، اما او یک نفره کشته. در این قضیه اویگار و کاکایش دست دارن. من خواهم تو فکر میکنم و این گپا تا ایدام میکنم. وقت مطمئن شدین زود برام خبر بتین. اطاعت میشه آقا. موضوع بیادر دیگه از کجا شد؟ حتما اویگار و کاکایش یک قسم درباره توپ برفی معلومات پیدا کردن. در این بارم تحقیق میکنم. کدام چیز دیگه هم است؟ نه آقا، او بیادر درباره یکی دیگه خود ای چیزا نمیفهمه. همیشه باید همه قسم باشه. بچشه. پیلوت، با نظر تو در پشتی قضیه کی دست داره؟ سینانکی با مر میزده باشه؟ یعنی او استاد علی راست میگه یا که دروغ میگه ها؟ آها؟ چی میگی؟ خیرت هست. بازم خاطرات یادت آمد؟ بیادرت به یادت آمد؟ تیره بیبی مثل اشتکا گیریان میکنه، میگه مادرم داده مادرم داده. بیتی میتونم اولو بکسک پوله برم بیار. من دوست نیستم. پس ما میرم مشکننم دیگه. توپ برفی را دیده نمیکنی. توپ برفی مبتی. استاد اینا اینجا استنده اتاق داخل شدن. او بکسک پول بشه تو چه میکنه؟ سلیمان تو به ما دروغ نمیگی. تو به ما دروغ نمیگی. او را تو گرفتی؟ من گرفتم بیادر. یعنی که دزدیش کردم. تو چطور تو یک کار کردی؟ سلیمان او بیادرم است. سلیمان پیلوت، کدام چیزی گفتی؟ گفتم اما تو نشنیدی. چی بفهمم؟ ای استاد کلمه را خراب کرد. سینان؟ ببخشین آقا، از پدرم خبر دارین؟ ما امیر است و پرسان میکنم. اونا موبایل خودم جواب نمیتن. تو میفهمی که کجا رفتن؟ من نمیفهم آقا. پدر چند وقت که رفت برای چی گفت؟ نمیفهم، اما کتمه قسم خدافزی واره گپ زد. ما کجاستیم علی؟ خوات برد از اونجا و قدرم دور نشدیم سیفته.
به خاطری که بیدار نشم تو موتر گوشه کردی و منتظر موندی؟ بله. تو چه قسم یک انسان هستی؟ من آخ فکر کرده بودم که تو سر بیادرم فایر کردی. پدرم زنگ زده، حتی پیامم روان کرده. هیچ کدامش ندیدی؟ جواب نمیده چطور؟ نمیده. اما به هر صورت بعداً به پدرم زنگ میزنم. راستش پیامش قسمی است که فکر من آرام کرد. وقت خانه رفتم باید به دیدنشان برم. صحیح است. خدایا کمک کن، لطفاً کمک کن. کوکسال؟ 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 آی کوکسال تو در اینجا چی میکنی؟ ما با گرفتن دوا آمده بودم خیریه. اوه تو در اینجا چی کار داری بگو؟ کوکسال سفدا نه که همراه سفدا کدام کار کرده چطور؟ آی چرا باید همراه سفدا کدام کار کنه؟ خوب است. کوکسال تو از ما چی را پت میکنی؟ ها؟ خواهش میکنم بگونی؟ بلی از خدا برم بگو چی را ازم پت میکنی کوکسال جان بگو برم لطفاً. خیریه ما یک گناه بسیار بزرگ انجام دادیم. چه قسم گناه؟ ما یک نفر کشتیم. احمقا ما به خاطر شما دست ما با خون آلوده کردم. دست ما با خون آلوده کردم. امکان نداره. طفل بچه علی ما او را کشتم خیلیه. او را کشتم. سینان با او قدر عجله و شتاب شما کجا بردین؟ در خانم نبود. راستش در خانه یکی از اقارب نزدیک ماست. پدرم همین قسم خواست. هم زود میایم. کوکسال چی میشه بگویی گپای دروغ است؟ خواهش میکنم بگو چیزایی که گفتی دروغ است.
کاش که دروغ می بود خیریه. مرا تهدید کردن با واسطه شما. برام گفتن که تمام خانواده ما از بین میبرن. برام گفتن که باید اون موتر بم بانم. نمیفهمیدم که در اون موتر طفل بالا میشه. هیچ نمیفهمیدم که اون طفل خورده موتر بالا میشه خیریه. نه 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 نه، اون طفل بالا نکنن، بالا نکنن، این کارا نکنن. خدایا تو چطور این قسم یک کار کده میتونی کوکسال؟ تو چطور این کار کدی؟ برم بگو چطور کدی؟ نه که من میخواستم این کار شوه خیریه. با می خاطر شما رو به خانه اویگار بردم. چی میکردم؟ از دستم دیگه چیز نمیامد خیریه. خواهش میکنم تام دیگه سرم زیاد فشار نبیار. ما بیازو از خودم منصرف شدیم. فقط میخواستم شما را نجات بدم، اما هرچی که کنم نمیشه. پنج سال از بایی درد و غم زندگی میکنم. نه آب را که می نوشم مزیش میفهمم، نه ام غذا را که میخورم. هر شب با یک کابوس خوابیده، هر صبح با امو کابوس بیدار میشم خیریه. سالها گذشت، گفتم درست میشه، کل چیز خوب میشه. فکر کردم که فراموش کردیم، اما نمیشه دیگه. هر گناهی را که یک انسان انجام بده یک روز او گلویش میگیره. سرم امو وضعیت آمده. بچه امو آدم کشتم، یعنی بچه علی را. بالاخره او مرا پیدا کرد. سیفدا؟ سیفدا چی شده؟ علی بدره سیفدا استاچو کجا میری؟ سیفدا کجا میری؟ سیفدا حالا یک چیز بگو. خواهش میکنم یک چیز بگو. ای قسم چوب نباش خیریه. زود شو بگو. تو بگو که ما چی کنم. خواهش میکنم قسم طرفم نبی. خواهش میکنم قسم طرفم نبی. هر نفس را که میگیرم میخوایم بسته شوه. طرف چهره هر کسی که میبینم خجالت میکشم. بالاخره تو هم قسم طرفم نبی. خواهش میکنم. ما چی کنم خیریه بگو. ما چی کنم. خدای لطفاً کابوس باشه و من بیدار شوم لطفاً. نه سیفدا یک دقیقه. سیفدا صبر کن.
چی شده؟ چرا فرار میکنی؟ علی علی سیفدا مرا نترسان. چی شده؟ علی چیزی پرسان نکن و لطفا فقط برات عذر میکنم چیزی پرسان نکن. پدرت کدوم چیزه گفت؟ هنوزم فکر میکنن که سینانم ما زده ما ترس. تو اینجا منتظر باش، ما زود پس میام. همینجا منتظر باش، هیچ جایی نری. درباره خود هیچ فکر نمیکردم. ما فقط درباره شما فکر میکردم. خداوند تو را ببخشه کوکسال. هرچی کنم نمیشه. ای گناه کفالت نداره. او آدم مرا پیدا کرده. اگه امروز نشه باز فردا مرا میکشه. تو غلط فکر میکنی کوکسال. او میفهمه که کار تو کردی. ها؟ نه نمیفهمید. اما حالا دیگه نمیفهم که درباره چی فکر کنم درباره چی نه. اگه میفهمید باز 5 سال منتظر مانده، حالا چرا پیش رویت میامد؟ خبر نداشت که بچه شما ما کشتیم. واضح است که از کدام جای خبر شده. دیدی بچه ما زد. درده را که ما به او داده میخواه عین درده به ما بچه. به خاطر انتقام مرام خود کشت. تو ده اینجا چی کار داری؟ بچه ما زدی کفایت نکد. بچه تان سینانم من نزدیم. بس از دیگه. امرای ما بازی نکو. هر چیزی که میکنی بکو. تمام شوا فقط امقه. چیزی که باید میشد شد. سینان اگه بچه میمرد باز کار خوب میشد. یعنی وجدانت راحت میشد. ببینین بچه تانم من نزدیم. به خاطر که او من دقیقه مواد میفروخت فقط تو یک بار اختار دادم. کلش فقط هم قدر است. ای آدم امرای ما بازی میکنه. به خاطری که سیفدار قانه بسازه یک قربانی پیدا کرد. گناه زدن سینانم بالای او انداخت. بعدن او آدمام کشت. ای را به تو کی قسم گفته؟ یک تمثیل کرده. سیفداران فریب داده. اول به خود یک قربانی پیدا کرده. بعدن هم به سیفدار گفته که امی بیادر تو را زده. و باز او وقت او رام کشت. پرسان کدم ای را به تو کی گفت؟ اویگار اما تو نیست. البته که اویگار. ببینین بچه تانم من نزدیم. با جای ما به ناحق سر دخترتان قار شده او را جیگرخون نسازیم. اما من کل چیز افشا می سازم.
ای که بچه یک دونه شماره کی زده و دستوری کاره برش کی داده؟ کلش دانه دانه خود فهمیدین. کوکسال آرام باش. تو خود دیدی هیچ چیزی را نمیفهمه. دروغ میگه. نمیخواه بگه که انتقام میگیرم. میگه که سینان مواد مخدر مفروخت. او را بان. سینان بعد از قدر کارا طرف مواد مخدر سیلام کده نمیتونه. کوکسال دروغ نیست. سینان به من مسئله مواد مخدر گفته. سر بچیم به زور فروختن جانم. تو چی میگی خیریه؟ تو به خاطر که او بچه مریض ده بستر مریضی چیز نگویی، من برای چیز نگفتم. لطفاً آرام باش. خواهش میکنم بیا یک کم استراحت کو. حالا جانم، حالا دیگه. حالا خدا آرام بساز. آخرین بار ای اصل عرب به خاطر گرفتنه. انتقام مرگ قاتلای بچهت گرفته بودی. چی میکنی و دختر؟ کم بود که بموری نشستی چی بلا؟ توبه. ببینید شما را همراه کی معرفی میکنم. استاد علی، کسی که مرا از رویگار کثیف نجات داد. سلام علیکم. علیکم سلام. بفرما بیادر. ودت تو میخوری بچم؟ نه من نمیخورم پیلوت. نخو، تو نخو. سلا کردن است، اصرار کردن نه. تو میخوری اکرم؟ باقلیش زیاد بنداز بیادر. پیاز نمان. ترشی دارین؟ ها داریم. ترشی هم بیار بیادر. بر من 2 دانه ازی بیار. خوب است. ما میخورم اما از مرا بین نان بیار. درست است بیادر. اگه میخوایی ده بشقاب بیاره بدون نان. چاق نمیشی نه؟ نه دیگه قدرم خوب نشو. رئیس تو برای ما سیت آماده کن. منتظر هستیم. درست است بیادر. او را بی نفری اویگار نیست. همو از خدا راستی. براستی هم دایی وقت شب اینجا چی کار داره؟ حالا میفهمیم. سلام خانم سیفده. بعد دیدن سینان آمدن نتانستیم. حال چطور است؟ صحتش خوب است انشالله نه؟ پس چه از سر رایم؟ امروی خانم آقا از گرفتن نمیتونم ویدت. ضعف ما همی است نه؟ اوف جانم هستی.
اکرم برو ایوانو پیش ما بیار. ودت با اویگار زنگ بزن بیا ای دختر رو ببره. حالت ای دخترم هیچ بسور برابر نیست. حالا کدام بلای سرش نیایه. چیگه پس بیا داره؟ او به ظرفیت از او دختر چی میخوایی؟ یه قسم گوسال آوری از پشتش افتادی. آمد دو چشمم خورد دیگه بیادر. چشمتا میکشم لعنتی. او هم قسم چشمتا بکشم مثل که انسان پای از بوت خود میکشه. بیادر بود کدانتا. حالا برو گم شو. دفعه دیگه تو رو در این منطقه نبینم. حالا گم که دیگه خدا. زنگ زدم یه پیلوت. کی؟ گفتی با اویگار زنگ بزنی؟ سایز بیا بریم. با دختر مقبولم یک دسته گل بتم. دخترم تو خوب هستی؟ تو را چی شده؟ خوب نیستم. هیچ خوب نیستم. هر درد یک درمان داره دخترم. نه درد ما درمان نداره خاله. مانده نباشه. زنده باشی. چند دقیقه پیش اینجا همراه یک دختر گپ میزدم. تو دیدی که کجا رفت؟ دیدم از اون طرف رفت. مستقیم به طرف ساحل رفت. زنده باشی. بعدن فرار کرده. به خانه او پناه برده. وقتی او را دیدم کل چیز به من تغییر کرد. او یک قدر انسان خوب است که فکر نمی کنی بدی کرده باشه. در جایی که او باشه هیچ جگر خونی نیست. اگه امراه او باشی حتی هیچ کم بودی را احساس نمی کنی. کل چیز کامل می باشه. دخترم به نظرم تو عاشق و آدم شدی. برو امرایش گپ بزن. رفتن نمیتونم. به خاطر چی؟ به خاطری که پدر من بچه او را کشته. توبه خدایا توبه. سیفدا تو کجا هستی؟ یک گناه بزرگ انجام دادیم. ما یک جانه گرفتیم. بچه علی را ما او را کشتم. برم گفتن که باید اون موتر بم بانم. او را کشتم. نمیفهمیدم که او طفل خورده و موتر بالا میشه. نمیفهمیدم که طفل خورده و موتر بالا میشه. باور کن نمیفهمیدم. آخرین بار ای اسلحه را به خاطر گرفتنه. انتقام مرگ قاتلای بچه‌ت گرفته بودی. ما او را کشتم.
یک گناه بسیار بزرگ انجام دادم. نمیفهمیدم که او طفل خورده و موتر بالا میشه. 5 سال است که امرای درد زندگی میکنم خیریه. طرف مردم ایج دیده نمیتونم. کسی که دکس است بچه تان است ملاسه؟ بچه کسی را که کشتیم او بچه علی است. نه دروغ است نمیفهمیدم که او طفل خورده موتر بالا میشه. 5 سال از همراهی درد زندگی میکنم خیریه. نمیفهمیدم او طفل خورده موتر بالا میشه. با هر کویچ نمیفهمیدم. 5 سال از با درد رنج زندگی میکنم. بسیار با خجالت زندگی میکنم. بالاخره او مرا پیدا کرد. کوکسال بیبی متوجه خود باش، درست است. بچت بیازو زیاد جگرخون است. زیاد ترسیده نشه که به خود ضرر برسانه. درست است خیریه، درست است. دوستم حالت دختر چرا قسم بود؟ بیادر غمی مردم دنیا را چرا ما میخوریم؟ حالا بسم الله. پیلوت سیفدا کجاست؟ آرام باش. اول بیا اینجا بیشی. شیشتنی چی پیلوت؟ حالا زود چو بریم بگو سیفدا کجاست؟ چند دقیقه پیش از اینجا تیر شده رفت. زیاد پریشان و جگرخون معلوم میشد. گفتی پریشان؟ ای تو چی میگی پیلوت؟ اعصاب من خراب نساز. بریم سعی بگو که چی شده پیلوت بگو. من چی بفهمم که چی شده اویگار؟ برش سلام دادم. پرسیدم بیادرش چطوره، هیچ گپ نزد. کله خدا خم انداخت تیر شد رفت. کدام طرف؟ او طرف. والا چشمای او دختر چشموار نبود نه که ندیدی مثل جسد سل میکرد. اگر دمی جای رفته خودکشی کنه بازم تعجب نمیکنم. بچه می آدم وقتی دختر قد دوست داره امکان داره که بیادرش زده باشه؟ نه پیلوت، فکر نمی کنم. کار او نیست. تو چی میگی ودت؟ او آدم هم یال از پیش تیر شد رفت. چیزی را که باید از او پرسان میکردی از من پرسان میکنی. بر صورت تو ماهیت بخو حالا بیبی دخترم، بیبی برات بسیار خوب میفهمانم اما نمیفهمی. برات نشان میتم، حتی در چشمت داخل میکنم اما نمیبینی. من همراه تو چی کنم؟ ها؟ مادر باز کوشش میکنی چی رو برام بفهمانی؟ همراه او آدم قاتل بار دیگه نمیبینی، فهمیدی یا نه؟ برات گفتم که علی نزدش، نه که نمیفهمی. او بچه کس دیگه زده، به علی دام مونده بودن. مغز تو واقعا کار نمیکنه. بیبی دویگو هرچی هم که باشه بار دیگه تو را همراه او آدم یک جای نبینم. میبینی مادر، بسیار زیاد خواد دیدی. ها تو در مقابل ما گپ میزنی؟ مادر تو چرا مرا درک نمی کنی؟ من او آدم زیاد دوست دارم. دوست داری؟ دوست داری او آدم قاتل همه تو نیست؟ آدمی را که تو میگی که دوست دارم او تا طرف تو سیلم نمیکنه، تو را دوست نداره.
یک روز خواهد دید. یک روز میبینه. ای که مرا ببینه، مرا دوست داشته باشم، منتظر میباشم. همیشه منتظرش میباشم. ما بار دیگه تو را نمیخوام در نزدیک او آدم ببینم. اگر دیدم که در او طرف ها گشتی باز، بسیار خوب میفهمم که همراهی تو چی کنم. میگه که دوستش دارم. دویگو چی شده جانم؟ دویگو کدام چیزه شده؟ کجا رفته بودین؟ سیفدا کجاست؟ خبر داری یا نه؟ نه. آخرین دفعه که شما گپ زدین چی وقت بود؟ 3-4 ساعت پیش. سیفدا گام است کوکسال. گفتی گم است؟ ما آل زنگ میزنم. ما زنگ زدم، موبایلش خاموش است. حتما پیش توکچه رفته. در خانه توکچام نیست، در اونجام نیست. زنگ زدم در خانه نیستن. وای نیکو علی امروز کدام چیز کده؟ ای چی جریان داره؟ خدا نگاه کنه دخترم کجاست؟ تو کجا هستی سیفدا؟ تو را پیدا میکنم سیفدا. کجاستی؟ نزدیک نشو اگه نمیزنمت. برات گفتم نزدیک نشو اگه نمیزنمت. چی کنم دیگه؟ اینم تو از شهر و استیر میشه. بله راست میگی بله بیادر. چی میگی؟ این دختر اینجا چی میکنه؟ والا بسیار خوب دختر بودم میشه. یه بار نریم کدش گرد نزنیم. بریم بریم پیش بریم. آو یارم داشته که برای باز کدش گرد نزنیم. بفرمایید. اتاق خالی دارین؟ داریم با 100 لیره. در بالا طرف راست اتاق دوم. این دختر کی است؟ نمیفهم، اولین دفعه است میبینم. خوبش برافت بیادر بگوییم که این قسم یک مال از دست نته و تو هم نمیمانی که جای از دستت فرار کنه. فردا صبح آمده باز میبینیم. بیاز او فرار کردن نمیتونه، مثل که دیوانه شده باشه. بخیر باشی. چی میکنی بیادر تو؟ سلام. سلام.
من ایزگی هستم. من پیلوت هستم. با واقعا تو پیلوت هستی؟ ها نه. رستوران طیاره دارم از او خاطر. شما زیاد جذاب هستین.